ما قبلا در مورد سیستم جدید DMSS صحبت کردیم و گفتیم که در سیستم جدید شما برای دریافت انتقال تصویر دستگاه‌های داهوا حتما باید داخل نرم افزار DMSS یک اکانت بسازید و بدون دریافت و ساخت اکانت امکان دریافت انتقال تصویر وجود نداره. مشکلی که پیش میاد این هست که شما اگر بخواید روی بیش از یک گوشی انتقال تصویر یک دستگاه رو ببینید، گوشی دوم دیگه نمیتونه بره پای دستگاه و QR کد دستگاه رو اسکن بکنه. اولین گوشی که QR کد رو اسکن کرده و برای اولین بار انتقال تصویر دستگاه رو دریافت کرده به عنوان مدیر دستگاه در نظر گرفته میشه. حالا گوشی دوم سوم برای دریافت انتقال تصویر همون دستگاه باید از گوشی اول دسترسی بگیرن. بعد از اینکه اونها هم اکانت جدید ساختن، من میام روی گوشی اول که به عنوان مدیر دستگاه هست و اولین بار انتقال تصویر دستگاه رو گرفته وارد DMSS میشم. در صفحه اصلی دستگاهی که میخوام شیر کنم رو انتخاب میکنم. به عنوان مثال NVR 5604 که اینجا هست، من میخوام این رو شیر بکنم. جلوی خود NVR 5604 یک علامت پلی و جلوش یک علامت سه نقطه است. با اون سه نقطه‌ای که جلوی IPC ردیف پایین است کاری ندارم. روی همون سه نقطه جلوی NVR 5604 میزنم، روی شیر دیوایس میزنم، اینجا روی شیر دیوایسز میزنم. در قسمت ایمیل آدرس ایمیلی که کاربر دوم یا سوم باهاش اکانت ساخته داخل DMSS رو اینجا حالا وارد میکنم. اون آدرس ایمیل اینجا میزنم. بعد از ورود ایمیل در قسمت پایین توی پرمیشنز روش تپ میزنم. در اینجا میتونم دسترسی های این کاربر رو مشخص کنم. مثلا ویدیو کنترل میشه قابلیتایی مثل PTZ و تو وی تاک و غیره، ویدیو میشه پلی بک ها و ویو مسیج میشه پوش نوتیفیکیشن ها، دیوایس کنترل هم میشه تنظیمات. هر کدومی که میخوام بهش دسترسی بدم میذارم تیکش بمونه و هر کدومی که نمیخوام دسترسی داشته باشه برمی‌دارم. به عنوان مثال نمیخوام تنظیمات دستگاه دسترسی داشته باشه، دیوایس کنترل رو برمی‌دارم و روی سیو میزنم و روی شیر میزنم. اینجا یک ریویو میکنم و روی اوکی میزنم. حالا اگر توی همین صفحه روی شیر دیوایسز یا شیر یوزرز اون بالا بزنم، دستگاهی که من یا ایمیلی که باهاش دستگاه رو شیر کردم میتونم اینجا ببینم، روش بزنم، پرمیشن هاش رو توی ادیت تغییر بدم و یا اصلا کلا روی کنسل شیرینگ بزنم و حذفش کنم و دیگه دسترسی نداشته باشه. زمانی که میخواید یک کاربر رو دسترسی ازش بگیرید از اینجا میتونید اقدام کنید. حالا اگر که نمیخواستید به کل کانال های دستگاه دسترسی بدید، فقط به یکی یا چند کانال میخواید دسترسی بدید، اینجا به جای اینکه روی شیر دیوایسز بزنید روی شیر چنل میزنید و در اینجا کانال یا کانال هایی که میخواید فقط به اونها دسترسی داشته باشن رو تیکشون رو میزنید. حالا دستگاه من چون یه دوربین روش هست فقط یه کانال آورده و دستگاه شما اگه چند تا کانال روش تصویر داشته باشه همه کانال اینجا لیست میشن و اونهایی که میخواید اون کاربرها ببینن رو تیک میزنید. به عنوان مثال یک کاربری میتونه مثلا کانال 1 3 و 4 رو ببینه، یک کاربر دیگه میتونه 2 6 و 7 رو ببینه. هر کاربر رو با توجه به میزان دسترسیش اینجا تیک کانال‌هاش رو میزنید، روی اوکی میزنید و بهش دسترسی میدید.